به یه آدم کثیف متعصب لعنتی که مردم بیچاره رقم سرگردان ساخت. توف درید. ببینید چه وضعیت. کل کابل همیجه است. کل کابل همیجه است. ببینید این ویدیو را شیر کنین که به گوش جهانیان برسه، این مردم پناه بده. اوف، واقعا دردآور است. واقعا دردآور است. یک ملت دارن فرار میکنن. بر من خیلی دردآور است این موضوع. خیلی دردآور است. ببینن که یک ملت داره فرار میکنه و معلوم هم نیست که یا به کجا میرن، کی بیچاره را پناه میده. یک ملت داره فرار میکنه و عکس مارشال صاحبم اونجا نصب است. شاید مردم دوای نیک دقش کنن که با سیاستای غلطش مردم بیچاره را قدر آواره ساخت. ببینین که مردم چگونه دارن میآیند. کل کابل تخلیه شده. کل کابل در میدان هوایی بین المللی کابل است. شلیک هم از هر طرف شلیک میشه. یک تعداد مردم از داخل میدان دارن فرار میکنن. یک تعداد مردم هم از شهر کابل دارن میان. شما ببینید که موجی از مردم دارن میاد داخل میدان هوایی کابل. دوستای ویدیو را شیر بکنن تا به گوش جهانیان، سازمان های بین المللی برسه، ببینن که وضعیت کجا، که وضعیت مردم ها ببینن که مردم چی یک وضعیت دردآور را تحمل میکنن. اونجا آمریکایی ها با وحشت تمام با اینا برخورد میکنه. آمریکایی ها با وحشت تمام برخورد میکنه. زنا را، بچه ها را میزنه، لط و کوب میکنه و از طرف دیگه چند تا از تفلکا را چند تا از تفلکا مردن به شدت. اینمی ازدهامی که فشار آمد نفسشان قطع شد. 2-3 تا سیاسر مرد. من پیشتر داخل بودم. حالا هم ببینه که چگونه مردم از ترس طالب فرار میکنه. چی وضعیت است؟ چی وضعیت است؟ چی باید بگویم؟ نمیفهم. هیچ تعریف نداره این وحشت. این وحشت هیچ تعریف نداره. گویا قیامت است. مردم دارن از محشر فرار میکنن. مردم دارن از جهنم فرار میکنن. سرزمین فروختن. کابل زیبا رو دوستا اگر ذره احتمال یکی از بازیگرای سینما اگر ذره از وطن دوستی در وجود کس باشه، عشق خدا گرفتن نمیتونه. کابل فروختم. مردم ها به عزت ساختن. خدا لعنتتون کنه. تصویر قهرمان کاغذی، قهرمان که برنامه نداشت، قهرمانی که اهداف امریکا رو داشته تحقق بخشید، توف نمیکنه، توف برید کرده. درفش سیرنگ تعصب اونجا آویزان است. توف بری کلتان. هر کس در سیاست افغانستان زنده و مرده
ای را براتان وعده میتونم اگه یک روز قدرت به دستم بیاد استخوان های از لعنت یارم استخوان های از یارم میکشم توته میکنم و آتش میکشم قبرهایشان از قبرهایشان بازخواست میکنم. ببینیم